دوستان عزیز سلام علیکم. قرار داریم در جمهوری اسلامی ایران در شهر کلات نادری و این کاخ را که میبینید، این قصر را که میبینید، این را نادرشاه ساخته بوده است. در اینجا نادرشاه استقامت میکرده است و این دهه گویم، شهرچه گویم، در بین کوه ها گرد به گرد کوه است، گرد به گرد کوه است، در بین کوه ها قرار دارد، از همه طرف کوه است و حاضر میرویم میبینیم که اونجا چگونه قصر باشد، یعنی کاخ باشد. کاخی نادرشاه بوده است، نامش کاخ خورشید، لیکن نادرشاه زندگانی میکرده است. این هم میدونم این 400-500 سال قبل این را ساخته شده است. این در روی خط یونسکو قرار دارد، همچون یکی از مجموعه های نادر در روی خط یونسکو قرار دارد. حاضر اینجا نوشته شده است که موضع مردم، چی نوشته شده است؟ موزه مردم شناسی، موضع مردم شناسی کلات، موضع مردم شناسی کلات. و آقا جان سلام علیکم، خوب هستید؟ با شما از نام خلق تاجیکستان سلام و درود کلان. بگویید که این کدام سال ساخته شده است؟ چند سال پیش؟ 280 سال پیش. 280 سال پیش ساخته شده بوده است. از طرف کی؟ به فرمان نادر ساخته شد به نیت مقبره با آرامگاهش. با اینجا زندگانی نمیکرده است، با فرمان نادرشاه ساخته شده است. با روی مقبرهش، مقبرهش یعنی گورستانش، اینجا مقبرهش باید باشد. حاضر داخلتر میشویم میبینیم که چگونه اینجا نقش و نگارها هست. داخل میشویم و داخلی اینجا موزه هم بوده است. این سنگ ها همش سنگ ها برای زندگانی، لوله های آبکشی بوده است، لوله های آبکشی. در قد سوراخ دارن اینها. این لوله آبکشی کلان دیدید در همون چندین سال ها از یک بیرون برده. این انتقال آب نرساندگی است. از همونجا هم تو با کوسه برده، از دور همینجا آب می آوردن برای همین موقع منظر. این ببینید تروبه هایش رو ببینید با سنگ گردش محکم کرده شده است. این سفالین است بگمونم. این سفال است، درست؟ این سفال است گردش. اینش هم اینجا هم نگاه کنید، اینجا اینا همه از اینجا آب وارد، بله بله، از زیر زمین. بله بله. اینجا که آقا این منطقه کلات از همینا درست می‌کنن. اینه در اینجا زنهای خودی کلات درست میکردن. این دستی است یا که این دستیه؟ این پشم چیه آقای؟ پشم گوسفند. با پشم گوسفند اینا رو میبافن. این چیزا خوشگله. آقا جون این دستی میبافن یا که دستی ماشینی نیست؟ دستی به دست همین هاست. این یک دانهش چند پول است؟ تقریبا 1,500 لنگش، جفتش 3 تومن. تقریبا 1,500ش میشه $10. $10. 100 سومانی بود است. این دسته همش خوب است. اینا همون زنای روستایی اینا رو درست میکنن در خانه. فهمه. این برای چی است؟ اینا در کجا آویزان میکنن؟ لب تاقچه در اینا. بالای درد و قاق شده ها. اینجا همه حالی هم رسم و آیین قشلاقی ها در اینجا حالی هم باقی مانده است. بینید آنها اینجا گویا تاقچه یا که در باشد آویزان میکنن. از اینجا میدونن چه زیباست. دیدید؟ نخش هم با اون نخا گفتن. نخ انا هم دوران عزیز انا این رشته ها قد میبوفن. نخش رشته های منم رشته ها میبوفن. کنی همین نادرشاه رو گیرید کنی با چی مانند است؟ یک تاش رو گیرید این طرف. من این نادرشاه بود است. دیدم انا این نادرشاه بود است. کنی گیرید یک تاش رو گیرید این طرف. یک تماشا کنید. من این نادرشاه بود است. آقا جان شما درباره نادرشاه گپ زنید که در کدام منطقه ها این شاهنشاهی میکرد؟ در کدام؟ ایران در زمان نادر این نقشه شاهنشاهی نادرشاه کدام منطقه ها هست؟ کنی گپ زنید؟ از این دریاچه آرال، دریاچه گرجستان و شیروان و ارمنستان و آذربایجان می اومده تا بخش از بغداد، بحرین، عمان و خلیج فارس
تا قسمت از کوه هندوکش و پاکستان تا خود هندوستان پیش رفت. تا هندوستان رفته. این نقشه ایران. گرجستان و ارمنستان بله بله. اینا هندوستان. همه بخشی از خاک ایران بود. اینا همه ببینید. با کجا بود است؟ افغانستان بود است؟ دریاچه آرال راه داشتیم. بله. کنه افغانستان افغانستان اینجا. افغانستان این قسمت. اینجا. نه اینجا. که این کشور پاکستان افغانستان اینجاست. این کل قسمت. افغانستان زیر سلطه نادر بود. این نقشه ایران قلم روشه دید. تا قسمت ترکمنستان هم نشون بدین تا کجا رفته. کنه ترک تا دریاچه آرال بخش از خاک هزار؟ ایران بوده. آرال. هزار کلا. هزار این است، از آرال. این بر دریای سیاه گرجستان و شیروان و ارمنستان و آذربایجان و اینا همه جز تاجیکستان اینجا نیست؟ تاجیکستان منطقه آسیای مرکزی. تا بخشی از کوههای هندوکش و این بدخشان. پاکستان. این کوه بدخشان. کوه بدخشان است. این کوه بدخشان. کوه بدخشان باشد تاجیکستان رو بوده. بلخ، بخارا. بخارا هست؟ این بخارا. بخارا که باشد یعنی که نادرشاه در اونجا هم حکم فرمانی میکرد. از چند سال پیش؟ 280 سال. 280 سال پیش. این بلخه ببینید. بلخ. بلخ بخارا بود. من چون چشم ضعیفه که خود تشکر. تصویر خود کلات یعنی این کلات حاضره این کاخی که ما قرار داریم در اینجا و این این امارت خورشید مال دوره خود افشاری کلاتی کلاتی کی گفتید؟ نادرشاه نادری نادرشاه کلات کلا در لغت به معنی قلعه و آبادی بر فراز کوه. فهمون این در مبنی کوه ها قرار دارد. یراقای جنگی. این یراقهای جنگی نادرشاه بود از همون وقت. از اینجا این پوشکا در بود. پوشکا ببینید از اینجا سنگ ها میپرید. آتش نیو سنگ میپرید فکرم. بله این چی هست؟ این دیگه از این آب. تراشه های انتقال آب از کوه های قرسو به سمت کاخ. چی نوشتگی هست؟ این انگلیسی نوشته. تنبوشه های انتقال آب از قرسو به کلات. کوه های قرسو آب می اومده است به واسطه انمخیل قبرها. دوستان عزیز این همش نیاکانی ما است. دوستان عزیز این هم گذشتگان ما کارشون است. انجینری هاشون است. ما در قسمت پایان در پدوال یعنی که ده خانه قرار داریم. منخیل ساختمان ها شده است و حاضر می رویم به چپ راست به راست می رویم و می بینیم اینجا چی ها هست. ما آمدیم اینجا جایی که اینجا چیکار کرده استودن آقا جان؟ اینجا لباسای نشون بده لباسای مردم کلات به صورت لباس میپوشن. اینجا خانه شونه دارن زندگی میکنن. اینا مجسمه های مردم کلات. این طرز زندگانی خلق همون وقتی کلات رو در اینجا نشان داده استودن. لیکن لباس هایشون چی خیلی هست، محصولات های استفاده بریشون چی خیلی هست. من ببینید که استکاناشون چی خیلی هست. استکان هست یا؟ بله بله. این خمره روغنشون این خیک ماسته. نه نه استکان هست. ظرف های میسین هست. همهاش که استفاده میبرن استکان گفتم من استکان. اینا چادره در چادر زندگی میکنن. چادرهاشون از پشم. این چادر بود است. این پشموده چادر است. نه از پشم است. ما میگردیم و کارگاه این زن که چیزی بافته ایستاده است. در حال بافت است. چیزی بافته ایستاده است و این دستگاه کره‌گیریه. دستگاه چیگیری؟ ماست اینا رو داخل اینا مینداختن اینجوری دوغکشی. این زنک این خانم در اینجا دوغ کشته ایستاده است. یعنی راستا ایستاده دوغ رو درون مشک میانداختن. این مشک است ببینید گوسفند رو کشتگی هستند درونش دوغ رو انداخته که این میکشن این طرف و اون طرف. داخلش چی پیدا میشود؟ مسکه پیدا میشود، روغن پیدا میشود. میریم دوامش رو میدیم به شما تماشا میکنیم. دستگاه پارچه بافی نخری پارچه بافی یا همون فرد بافی. همین لباس اینم متای میبافن که از آن متا لباس میشده است. این دستگاهی همون متای میشده است که از آن لباس بعد میشده است. دیدید اینش هم همین خیلی من رشته ها رفته ایستاده است. همانمود دستگاه میبافتن. چقدر موزه زیبا. این در و درآمدهای خانه هایشون
mana ببینید از خس هست همه بالایش همش خیلی قدیم هم هست قدیم که هست همش همین انواع آلاتهای اسبابی فنون هم کارشون. بافت هست کارگاه اسباب گفتگوشون اینجا هم انا این مادری من داشت اینجا شیراز میگفتن شیراز برای هاشی پا- لباس نیست برای چی گویم بروک ها یا ازار میگفتن که در تاجیک ازارهای زنانه اینجا شیراز میگفتن در یادم هست نه اپاهای من میگفتن شیراز رو میفروختن این اسباب شیراز بافی است من کورتا کردن اونا ببینید از همین متاها کورتاهای کهنه ساخته شده است اینچونین اینچونین نسکی ها هست جوراب ها هست دست پوشک ها هست من هم دیران عزیز میرویم دوام میتیم این دستگاه پشم رو تبدیل به نخ می‌کنه. این دیگر دستگاه است این تاجیکستان هم بود این نخی پشمین میکنن یعنی رشته پشمین میکنن اینجا دخترش مونده است بیچاره خودش کار کرده ایستاده است ببینید چه خیلی زنهای وظیف داشتیم ما آزم زنهای وظیف داریم ببینید این خانه جای استقامتشون این بالا خانه من هم دیران عزیز این با پوست گوسفند درست می‌کنن. این با پوست گوسفند این کورتکه با پوست گوسفند این نخهای رشته هایشون این گوسفند هایشون که از پشم همین میبافتن درست این گوسفند های کردی هست کردی یک خامنه گوسفند. یک از سورت های گوسفند های کردی پشمی هست که اون مال شپانه بود. کدام مال چوپان است انا این طرف نه اوی که اون نمد انا این نمد برای چوپان ما چوپان های ما هم درشون هستند میپوشن و بسیار گرم میشود چکمن میگفتیم ما چکمن میگیم در چوپان ها ما در اصطلاح معلومشون خمینه خامنه میگیم. اینجا کارگاه آهنگری بود است کوزنس میگن که آهنگر من اونجا علاوهش در گرفته ایستاده است اینجا بلغه میزند و همین خیلی دستگاه ها من داست و تور و تشه آماده میسازن نه مال اسب. ناله اسب بزن ناله اسب همه چی آماده میکنن میسازن من بیل هست کتمان هست همه چی هست من این آهنگر بوده است اون ترازوی ترازوی که یعنی آهن رو برمیکشن این ترازو بوده است دید این ترازو بوده است وای آقا چی کار کرده است در درون این عمره آبه خومی آب و گندم تو هم نمیکردن. بعدی گرمی کردن زدن خومی آب ها آنهای خومی آب است آنهای خومی آب ده میاندازن تا آهن آب تا یابد اینم دیگ های دگ های کلان میسین از میس ساخته شده است هم دیران عزیز دوام میتیم نورمون را وارد میشم به سردابه گفتنی جای سردابه و میرویم یک خانه هست 4 تا ستون دارد بالا نمیدونم این چند کنج دارد در اینجا این رسمه های خودی همین مقبره هست آقا اینجا چی هست؟ اینجا کاوشه باستانشناسی زمانی که این بنا رو مرمت میکردن به یه سری آثاری برخورد کردن حدسشون بر این بود احتمال داره زیر این بنا یه طبقه دیگه باشه بعد که کاوش کردن دیدن طبقه دیگه نبوده یه بنای کهن‌تر بوده مال دوره ایلخانی در دوره افشاری اومدن به شالوده اون بنای قدیمی این بنای جدید ساختن این بنای زیرین در اصل مال دوره ایلخانی رو موقع بود فهمو که هیچی نفهمیدم انا نوشتش دست خیلی کدامی که میفهمد فهمد انا هم دیرون عزیز این بود سردابه ساخته شده است همین خیلی 4 تا ستون دارد 1 2 3 4 آقای عبدالعزیز شما با من آسان‌تر میفهمونید همین خانه رو برای چی استفاده میبردن اینجا برای چی استفاده بود اینجا محلی بوده که در اینجا بوده نادرشاه اونجا دفنش کنن
قرار بوده در همینجا دفن کنن نادر شاه افشار رو، ولی بعدا بردن انتقال بدن بر مشهد، در مشهد دفن شد. اینجا دفن نکردن. نه ها در مشهد. انا کو فهمیدم اینجا قرار بود است که همون نادرشاه اینجا میگرونن، اینجا چقدر بود است اینجا میگرونن، لیکن بعد در نادرشاه برای خودش مقبره تیار کرده بود است اینجا میگرونن، لیکن بعدتر در اینجا نگروندن و بردن مشهد گروندن، از اینجا برآمدش است و دویم آشنا که قلف است. میرم هم در اینجا من نوار رو تمام میکنم، دیگر نوار رو سر میکنم چون که درازی بد شد.